با سلام به همه دوستای عزیز به چنل یوتیوب آنوفل خوش اومدید. من محمد عبدالرحمانی هستم، مدیر عامل و مؤسس وبسایت آنوفل. توی اولین ویدیو از چنل یوتیوبمون میخوایم در مورد vite.js با همدیگه صحبت کنیم و اون رو با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. قبل از هر چیزی ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ای که کنارش هم هست رو بزنید برای دیدن ویدیوهای جدید. خب با هم بریم ببینیم vite.js چی است و چرا ما باید ازش استفاده کنیم. vite.js یکی از ابزارهای توسعه توی دنیای فرانت اند هست و شما وقتی یک برنامه‌نویس یا یک توسعه دهنده فرانت اند باشید میایید از vite.js استفاده میکنید برای ساخت اپلیکیشن های خود. چرا ما باید بیایم از vite.js استفاده کنیم؟ شما وقتی یک اپلیکیشن میسازید، یک اپلیکیشن وب میسازید، تحت وب میسازید، دو تا فاکتور خیلی مهمی که توی لیست شما هست یا توی لیست همه برنامه‌نویسا هست یعنی سرعت و کاراییش هست و پرفورمنسی که داره. وقتی شما اینا رو میخواید وقتی این سه تا مورد رو میخواید پیدا کنید، یعنی پرفورمنس، کارایی رو و اون سرعت توسعه رو براتون بیشتر کنه، شما وقتی این سه مورد رو توی دنیای وب دنبالش بگردید، تنها چیزی که یعنی تنها موردی که باش برخورد میکنید البته vite.js هست. اومده این سه مورد رو برای شما به ارمغان میاره و شما وقتی میاد از ویت استفاده میکنید سرعت توسعهتون خیلی میره بالا، یعنی دیگه شما یه سری مشکلاتی که قبلا داشتید رو دیگه توی این ندارید. ویت جایگزین گالپ، وبپک و میکس هست. یه نیازی نیست شما بیاید از وبپک استفاده کنید یا از گالپ، شما از ویت استفاده میکنید. دلیل اینکه ویت هم اینقدر سرعتش بیشتر شده استفاده از نیتیو اکوماسکریپت ماژول هست و استفاده از جاوا اسکریپت مدرن هست. یعنی این دوتا مورد باعث شده سرعت ویت نسبت به تمام رقیبای خودش مثل میکس، گالپ و وبپک بیشتر بشه و باعث شده خیلی از توسعه دهنده های فرانت اند سراغ این ابزار برن. قبل از هر چیزی من بتونم بگم این یک ابزار هست، یک فریمورک نیست. ما از ویت استفاده میکنیم برای ساخت ما از ویت استفاده میکنیم تا از فریمورک ها استفاده کنیم. یک ابزاری هست برای استفاده از استفاده از فریمورک ها. توسط ایوان یو اگه اشتباه نکنم منتشر شد اولین بار. برای ویو جی اس البته منتشر شد ویو 3، ولی بعدها برای ریاکت، سالیت و دیگر فریمورک های محبوب توی دنیای فرانت اند یعنی مورد استفاده قرار میگیره. از JSX، GSX و تایپ اسکریپت، TSX و خود تایپ اسکریپت پشتیبانی میکنه. از وانیلیا جاوا اسکریپت هم پشتیبانی میکنه. یعنی شما میتونید با استفاده از ویت، یعنی اون مواردی توی ویت هست، بهتون گفتم اون ویژگی‌هایی که تو ویت هست فقط برای استفاده تو فریمورک ها نیست، میتونید از جاوا اسکریپت خام هم استفاده کنید. برای مثال من وارد وارد کروم میشم و اینجا البته من قبلا باز کردم، من یه بار دیگه مینویسم ویت و اینتر رو میزنم. اینجا اولین وبسایتی که میاد وبسایت vitejs.dev رو میزنیم. وارد وبسایت ویت میشیم. اینجا میتونید در مورد بیشتر اطلاعات کسب کنید. اینجا هم اون مواردی که من گفتم وجود داره. یکی از دلایلی که باعث میشه که سرعت توسعه‌مون توی فرانت اند بیشتر بشه استفاده از همین HMR هست یا هات ماژول ریپلیسمنت هست. باعث شده شما وقتی تغییر خیلی ساده‌ای توی کد هاتون میدید خروجی رو سریعتر به دست میارید و بدون باندلر هست. اینجا هم در موردش توضیح داده، نیازی به باندلر نیست، یعنی از باندلر استفاده نمی کنید و این باعث شده که خیلی توسعه‌اش خیلی سریع باشه. حتی بیلدی هم که بهتون میده، اون خروجی هم که تحویلتون میده خیلی اپتیمایز شده هست، خیلی بهبود بخشیده شده است. حالا شما میتونید برای اینکه بیاید، البته اینجا دلایلش هم گفته چرا بیاید از ویت استفاده کنید. من روی گت استارت میزنم
وقتی روی get start میزنید اینجا حالا تلفظش هم هست، تلفظش رو گوش کنیم با هم دیگه. فکر کنم نشون نمیده، تلفظش به صورت فرانسوی یا حالا فرنچ ولی به صورت ویت تلفظ میشه. حالا نمیدونم چرا نشون چیز نکرد، یعنی چیز نشد، یعنی اون نخوند. حالا مهم نیست. اینجا هم در موردش دوباره صحبت کرده، گفته از نیتیو اکوماسکریپت ماژول استفاده میکنه و هات ماژول ریپلیسمنت استفاده میکنه و جاوا اسکریپت مدرن استفاده میکنه که باعث میشه این سرعت رو برای شما خیلی بیشتر کنه. حالا اینجا هم در مورد حالا چرا از ویت باید استفاده کنیم هم هست. حالا میتونید این رو بخونید. از SSR هم پشتیبانی میکنه، حالا اینجا هم هست. حالا ما برای مثال من وارد روی گت استارت میزنم، میام پایینتر، اینجا اومده حالا به صورت آنلاین هم میتونید از چیز استفاده کنید، از ویت بیاد استفاده کنید. مثلا اینجا در مورد چیز صحبت کرده جاوا اسکریپت، اینجا هم در مورد تایپ اسکریپت، یعنی جفتش رو پشتیبانی میکنه. وانیلیا، ویو، ریاکت و غیره حالا مثلا سالید اینجا هست، میتونید ازشون استفاده کنید برای توسعه فرانت اندتون. اینجا برای نصبش توضیح داده، میتونید از npm yarn pnpm و بانی که جدیدن اومده و خیلی استقبال شده ازش اینجا میبینید. من روی این npm کپیش میکنم چون ما از ویندوز استفاده میکنیم. من این رو میام توی فایل اکسپلور میام، میخوایم یک پروژه با هم دیگه بسازیم. من اینجا روی دسکتاپ میزنم به صورت عادی و اینجا اوپن کلیک راست میزنم، اوپن ترمینال رو میزنم. بعد توی دسکتاپ الان ترمینال رو آورد برای ما بالا. من کدی که تو اونجا کپی کردم، کد ترمینال npm create with latest رو میزنم، آخرین ورژن از ویت رو برای من میاد دانلود میکنه. حالا یکم صبر میکنیم. یکی از ویژگی‌های ویت هم میدونی چی هست دیگه، ما نیازی به ویو CLI توی ویو و توی ریاکت هم دیگه نیازی به CRA خود ریاکت نیازی دیگه نداریم. حتی توی داکیومنت های اونا هم آپدیت شده، دیگه نباید از اونا استفاده کنیم چون دیگه منسوخ شده. CRA همون Create React Application بود، قبلا با استفاده از این دستور می اومدیم یک اپلیکیشن ریاکت می ساختیم، ولی دیگه نیازی نیست. ما میام از ویت استفاده میکنیم. توی داکیومنت های جفتشون هم به این موضوع اشاره شده که از این استفاده کنیم. ها وقتی شما نصبش کردین، یعنی اولین کدی که زدید npm create with add latest رو که زدید، بهتون میگه پروژکت نیمتون چی هست. حالا برای مثال ما میزنیم آنوفل برای مثال و اینتر رو میزنم. به هم میگه فریم ورکی که میخوایی چی هست، از چه فریم ورکی میخوای استفاده کنی. شما با کلیک های با اون کیبورد ها بالا پایین اروها میتونید مشخص کنید که از کدوم استفاده کنید. مثلا ویو، ریاکت. حالا من مثلا از ریاکت استفاده میکنم. بعد که از روی ریاکت اینتر بزنید، اینجا تایپ اسکریپت هست، تایپ اسکریپت به اضافه SWC هست و جاوا اسکریپت خام هست. بالا هر کدوم که دوست داشتیم. مثلا جاوا اسکریپت رو میزنیم و برای من الان پروژه ساخته شده. الان من وارد فایل اکسپلورر بشم و اینجا ریلود کنم، اینجا آنوفل رو میبینید و واردش میشیم. اینجا برای مثال چیزایی که داخلش هست vid.config هست، فایل ریدمی هست، پکیج هست، اون پکیج جیسونمون، یعنی کامل مثل شبیه وب پک هست، ولی این دیگه یکم لولش از وب پک بیشتره. کدای خودمون کجا هستن؟ توی بخش به اسم src واردش میشید و اینجا کدای ریاکتتون رو قرار میدید. مثلا میاد اینجا کدای ویو، یعنی از همون دایرکتوری ها یا از اون معماری MVC دیزاین پترن MVC میاد استفاده میکنید. مثل میاد مثلا کامپوننت ها یا از ریداکس استفاده میکنید، میاد یه پوشه به اسم ریداکس میسازید. بعد میاد فایل های اکشن، استور، ریدیوسر رو میاد مثلا اون فولدر بندی میکنید و خودتون دیگه اون کارا رو راحت انجام میدید، یعنی چیز خاصی نداره. حالا برای مثال اینجا هم گفته برای ما گفته وارد CD آنوفل شما، وارد CD آنوفل یعنی CD میزنم، وارد دایرکتوری پروژه که ساخته میشه npm اینستال رو میزنم و سعی میکنیم تا اون نود ماژول نصب بشه. بعد از نصب میایم چیکار میکنیم؟ میایم در موردش یعنی npm run dev رو میزنم و اونجا یکم باش کار کنیم ببینیم چه چیزی رو برای ما واقعا این توی جعبه ابزارش داره. بعدش هم حالا نمیدونم گفتم یا نه تو ویدیو، شما وقتی میاید از ویت استفاده میکنید، البته ویت خودش یک ابزار هست، یک فریم ورک نیست.
فکر کنم گفتم یا نه. ویت یک ابزار هست، ما بهش فریم ورک نمیگیم چون ما از ویت استفاده میکنیم تا از فریم ورک ها استفاده کنیم. یک ابزاری برای استفاده از فریم ورک ها هست. حالا داره نصب میشه، تا زمانی که نصب میشه من وارد چیز بشم، من وارد فایل اکسپلورر میشم، برمیگردم عقب. اینجا حالا آنوفل رو میزنم، اینجا فکر کنم show more options و open VS Code رو میزنم. حالا با VS Code بیاریم بالا و آورد بالا برای ما به درستی. خب من ببینم نصب شد یا نه. بله نصب شد. الان ویت نصب شد، یعنی اون نود ماژولش هم نصب کرد دیگه، به راحتی میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا برای مثلا با یکم با این دایرکتورها آشنا بشیم، بعدش بریم سراغ چی؟ سراغ اجرا. شما وقتی روی vit.config بزنید، اینجا کانفیگ ویت هست، میتونید خود ویت هم از یه سری اکستنشن ها یا پلاگین استفاده میکنید، میرید مثلا میایید ازشون استفاده کنید. ولی مثلا من یکی از پلاگیناش که استفاده میکردم چیز بود، برای مثال چه بود یادم رفت یک لحظه، استفاده از ایمیج اپتیمایزر، یعنی اومدم با استفاده از اون عکسایی که توی وبسایت حالا هست رو اومدم سایزش رو بهبود بخشیدم، یکم کمترش کردم، فشرده سازی کردم. چون میتونید از اون استفاده کنید برای چی؟ برای افزایش سرعتتون. و میتونید از اینجا در موردش، یعنی میتونید توی برید همین داکیومنت و اینجا فکر کنم همین جاها فکر کنم بذار ببینم کجا هست در موردش توضیح داد. البته اینجا بازم برای مثال من اومدم اینجا در مورد npm create with add lattice رو زده بودم با کد بالی. میتونید اینجا به صورت مستقیم مثلا بگی ویو میخواید چی میخواید، به صورت مستقیم توی یه تک لاینی در موردش صحبت کنید. اینجا هم نوشته، یعنی می‌نویسید وانیلیا اسم اپتون، بعد می‌نویسید داش داش تمپلیت وانیلیا یا وانیلیا داش تی اس برای تایپ اسکریپت. بعدش اینجا هم همون موارد هست. اینجا در مورد حالا اینو توضیح خواهم داد، فقط کانفیگش ببینم کجا آیناش روی وارد کانفیگ رفرنس میشه. اینجا در مورد کانفیگش توضیح داده، میتونید از کانفیگش استفاده کنید و اون مواردی که دوست دارید رو خودتون بهش اضافه کنید. حالا برای مثال ما دیگه چیزی توی اینجا نیازی نداریم. من بعدش اینجا فایل ریدمیش هست، حالا با کارش نداریم. پکیج داره جیسونش هست، میتونید اینجا مثلا اسکریپت هایی که داره، یک دیو هست. خب شما از یعنی من اونو بزنم یکی هم چیز، البته یکیش بولد هست، میاد چیکار میکنه؟ میاد پروژه رو بولدش میکنه. خب و دیگه اون رو از اون استفاده میکنیم توی سرورها و حالا هاستی که میخرید و میخواید پروژهتون رو اونجا تست کنید. حالا یه پریویو هم داره، یه لینت هم داره، برای لینت کردن هست، میتونید ازش استفاده کنید. از ES لینت هم استفاده میکنه، اینجا کامل در موردش توضیح داده. اینجا هم پکیج های ما هستن، میتونید مثلا خودتون پکیج های دیگه هم اضافه کنید نسبت به اون پروژه‌ای که دارید. حالا برات بریم سراغ این index.html هست، سند HTML تون هست اینجا. این index HTML که اینجا هست برای چی هست؟ برای توسعه هست. یعنی شما وقتی در حالت توسعه هستید، در حالت دیو هستید، این و پابلیک مورد استفاده قرار میگیره. وقتی شما بیلد میگیرید، حالا در موردش صحبت میکنیم اونجا میبینید. بعد حالا من وارد src میشم، اینجا app.css رو میبینید، app.js و main.jsx میبینید. اینجا main هست، حالا از کامپوننت‌های ریاکت اومده استفاده کرده، مثل react.create_route و اینجا اپمون رو که اینجا هست رو اومده قرار داده. حالا من میام توی ترمینال، من وارد ترمینال میشم، اینجا npm run dev رو اینتر میزنم، یکم وای میستم. بله الان در حالت توسعه داره اجرا میشه و اینجا ورژنش و حالا زمانی که طول کشید تا طول بکشه. حالا میتونید از اینم استفاده کنید، داش داش هاست استفاده کنید برای حالا مثلا تست توی گوشیاتون توی موبایل. من روی این کلیک میکنم و باز شد. الان توی لوکال هاست 2.5173 این پروژه‌ای که ما ایجادش کردیم داره چی میشه؟ اجرا میشه. و برای مثال اینجا حالا من روش کلیک کردم رفت توی وبسایت react.dev. اینم در مورد ویت. حالا برای مثال حالا اینجا میتونید تغییرات رو اعمال کنید. برای مثال اینجا من می‌نویسم hello البته war و بیام اینجا میبینید یعنی به صورت خیلی خودکار، به صورت از هات ماژول ریپلیسمنت میاد خودش چیکار میکنه
اون رو ریلودش میکنه. دیگه نیازی نیست من این رو بیام هی ریلودش کنم، خودش کامل به صورت دلخواه ریلود میکنه. مثلا چی می‌نویسم؟ مثلا می‌نویسم anufel.com و میام اینجا میبینید anufel.com قرار گرفت. اینم در مورد اینجاش تا اینجا. حالا بیایم از چیز استفاده کنم رو بیام بیرون، npm run build رو میزنم و بعد از حالا چون پروژه خیلی سبک هست به زودی، یعنی توی چند ثانیه میاد اون رو برای ما بیلدش میکنه. توی 1.15 ثانیه طول کشید تا چیکار کنم، حتی از جیزیپ هم چی استفاده میکنه برای اینکه شما سرعتتون خیلی بالا میره، سرعت پرفورمنس چیز خیلی میره بالا. و وقتی شما این رو بیلدش کردید یک دایرکتوری اضافه میشه به اسم دیست. شما میاد این مواردی که تو اینجا هست داخل دیست هست رو داخل پابلیک HTMLی که توی هاست یا سرورتون هست قرار میدید. برای مثال index.htmlش وارد میشیم کلا فرق میکنه با این چیزی که توی این بیرون هست. این بیرونیه برای چی هست؟ برای استفاده از تو حالت دو هست، تو اینجا هم برای حالت استفاده از حالت یعنی هاست هست. ما میاییم اینجا تغییراتتون رو اعمال کنید. هر تغییری که توی index.html اضافه کنید خودش دیگه به صورت خودکار اون تغییرات رو توی اونجا اعمالش میکنه. برای مثلا من توی حالت دوش خب index.html حالت دیو مودش که اینجا نوشته ویت به اضافه ریاکت مینویسم anufel و میام دوباره بیلد رو انجام میدم. من یه بار دیگه npm run بیلد رو میزنم چون توی چند ثانیه برای من بیلد میکنه و حالا برم روی این کلیک کنم میبینید اینجا anufel اعمال شد. به این یعنی خیلی ساده است کار باش و سرعت توسعه رو بیشتر کرده برای ما. حالا توی ویدیوهای بعدی ما بیشتر میایم در مورد این ابزار توسعه فرانت اند استفاده میکنیم و ازش بیشتر میگیم، یعنی از مزایاش و امکاناتش. و چیز دیگه هم که هست از SSR و دیگر موارد یعنی پشتیبانی میکنه. اینجا SSR آپشن رو بزنید کامل در مورد SSR میتونید بخونید. از SSR پشتیبانی میکنه، خیلی هم یعنی خیلی خوبه. و دیگه مثلا ورکر داره، هر چیزی بخواید دیگه داره واقعا. قبلا حالا یکم یعنی با آپدیت هایی که داده خیلی پیشرفت کرده و شده جزو یکی از تاپ ترین ها توی دنیای فرانت اند. من توضیحاتی که دادم توی چیزم میتونید استفاده کنید، یعنی ازش. یعنی من وارد چیز میشم، وارد گوگل میشیم، اینجا من بنویسم ویت چیست، شما کافیه ویت چیست رو بنویسید، یکم بیاید پایینتر اینجا anufel.com وبسایت خودمون هست، میتونید اونجا در موردش اطلاعات بیشتری کسب کنید که اینجا هست. تمام مواردی که من توضیح دادم به صورت خیلی کاملتر، واضح و بیشتر، یعنی تمام مواردش رو اینجا توضیح دادیم. آیا ویدیو اکسیژن وب پک هست، همه‌اش رو توضیح دادیم و در موردش صحبت کردیم. شما میتونید از این برای چیز استفاده کنید. اگه میخواید جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید یا دوست دارید جاوا اسکریپت رو شروع کنید، پیشنهاد من اینه از ویدیوی وارد قسمت دوره آموزشی بشید و آموزش مقدمات پیشرفته جاوا اسکریپت ما رو ببینید. ما توی اینم از ویت میایم استفاده میکنیم، از ویت به صورت وانیلیا، یعنی با استفاده از جاوا اسکریپت وانیلیا یا همون جاوا اسکریپت خام میایم ازش استفاده میکنیم. میتونید از اون ویدیوی ما یعنی از اون دوره، از این دوره ما برای چیز استفاده کنید برای یادگیری بیشتر. دلیل اینکه ما میایم از ویت استفاده میکنیم توی پروژه هامون این است که سرعت توسعه رو میاد چیکار میکنه، خیلی پیشرفت میکنه. تا یه ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشید. ممنون که تا اینجا با ما همراه باشید. سابسکرایب یادتون نره. اگه با آنوفل هم آشنا نیستی، این بالا براتون ویدیو معرفی وبسایتمون قرار دادیم. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.